من سر و سامون دارم دیگه. هرچی مامانت گفت فقط بگو چشم. 30 ساله دارم باهاش زندگی میکنم، یک بار رو حرفش حرف نزدم. آقا محمد امشب قرار بود بریم خونه خواهرم ها. من هیچ جا نمیام، امشب فقط فوتبال باید تماشا کنم. آخه با من بحث نکن، همین که بهت گفتم. داشتم چی میگفتم؟ هیچی، داشتی میگفتی که 30 ساله رو حرف مامان حرف نزدی، الانم به ما ثابت کردی. تا حالا 30 سالتون شده شما، من دست شما بلند کردم؟ نکردم. کردم؟ چرا لال شدی؟ بهت گفتم تا حالا زدم؟ نه آقا تو نزدی. این جای بخیه رو سر صورت ما هم که همش فتوشاپه دیاره. به پدرتون بی احترامی نکنید. 30 سال گذشته پدرتون یک بارم به من بی احترامی نکرده. چند بار بهت بگم که حواست به نمک غذا باشه؟ بزنم همه ظرف‌ها رو تو کلت خورد کنم؟ بابا اصلا میخوای هیچی نجی؟ دارین دعوا میکنین الان. نه دیگه، همه احترامام از بین رفته دیگه. بابا نوکرتم، ما که چیزی نگفتیم. Allah sizi zəlil arvada alın çıxın gedin də ta ki babatun جور شما رو بکشه. مامان الان ما اضافه ایم دیگه. من میگم سر و سامون بگیرین. حرف بدی میزنم. مامان الان ما اضافه ایم. من رو حرف باباتون دیگه حرف نمیزنم. حالا که اینطوری شد من میرم زن میگیرم از این خونه میرم. یا الله. حامد. نه آقاتون التماس نکن، من دیگه بر نمیکردم. نه بابا، گفتم حالا که بلند شدی از تون آشپزخونه آب بیاری برای من، بعد هر جا میخوای بری برو گورتو گم کن.